عقلتون سر جاشه؟ مگه بیمار مرگ مغزیه؟ بیمارای کما تنفسشون میره و برمیگرده. فقط باید تنظیمات دستگاه و تغییر میدادید و تحت نظر میگرفتید. این چارچوبیه به پا کردین. از شما انتظار نداشتم دکتران. پروفسور چای اینطوری بهتون یاد داده؟ چایونمی عقل تو از دست دادی؟ اگه حالت خوب شده بود الان تو بنای این پسر نبود. وقت ندارم خوب گوش کن که چی میگه. فقط گوش کن. جیمی تو خراب بود. روزونتر زیاد از حد داره چون که باید تزد کرده. اشتباهی در کار نبوده. از قصد کرده. باید گوزون شک و پردگیری کنفرانس تا حقیقت معلوم بشه. میدونی که من فقط به تو اعتماد دارم. اون پسر رو بیا کنفرانس.